امروز میخوایم سفری کنیم به بیش از 2500 سال پیش به دوران شکوه هخامنشیان، جایی که داریوش بزرگ تصمیم گرفت بنایی بسازه که تا امروز هم نماد عظمت ایران باستان باشه، تخت جمشید. اما این فقط یک کاخ نبود. پشت این بنا داستانی از اصلاحات اداری و سیاسی وجود داره که امپراتوری هخامنشی رو به یکی از منظم‌ترین حکومت‌های تاریخ تبدیل کرد. داریوش اول، شاهنشاه هخامنشی، در حدود سال 518 پیش از میلاد دستور ساخت تخت جمشید رو داد. این بنا قرار بود محل برگزاری جشن‌های نوروز و آیین‌های رسمی باشه. سنگ‌های عظیم از کوه‌های اطراف بریده می‌شدند و با مهندسی پیشرفته به محل منتقل می‌شدند. معماران و هنرمندان از سراسر امپراتوری از مصر، بابل، هند و حتی یونان در این پروژه شرکت داشتند. هر نقش برجسته روی دیوارها داستانی از شکوه و قدرت هخامنشیان رو روایت میکنه. تصور کنید صدها کارگر، هنرمند و معمار در کنار هم کار میکردند تا بنایی بسازند که هنوز هم بعد از قرنها عظمتش ما رو شگفت زده میکنه. اما داریوش فقط به ساخت بنا فکر نمیکرد. اون میدونست اداره سرزمینی به پهناوری از هند تا مصر نیازمند نظم و قانون جدیه. داریوش امپراتوری رو به ساتراپی‌ها یا استان‌ها تقسیم کرد. هر ساتراپی یک فرماندار داشت که مسئول جمع آوری مالیات و حفظ نظم بود. او سیستم مالیات منظم ایجاد کرد. هر استان باید مقدار مشخصی مالیات پرداخت می‌کرد. این مالیات حاصل به ارتش، ساخت جاده‌ها و پروژه‌های بزرگ مثل تخت جمشید می‌شد. داریوش همچنین جاده شاهی رو ساخت، مسیری حدود 2700 کیلومتر که از شوش تا سارد در آسیای صغیر کشیده شده بود. این جاده باعث شد پیام‌ها و دستورات شاه در کمتر از یک هفته به دورترین نقاط برسه. برای ثبت قوانین و مکاتبات از خط میخی و آرامی استفاده میشد. این کار باعث شد ارتباط بین اقوام مختلف ساده تر بشه. در واقع داریوش یک سیستم اداری مدرن برای زمان خودش ایجاد کرد. این اصلاحات باعث شد امپراتوری هخامنشی برای قرنها پایدار بمونه. ارتش منظم، اقتصاد قدرتمند و ارتباط سریع بین شهرها همه نتیجه اصلاحات داریوش بود. بازرگانان میتونستن با امنیت کامل در جاده شاهی سفر کنند. سربازان میتونستن سریع به نقاط مختلف اعزام بشن و مردم میدونستن که قوانین مشخصی وجود داره که همه باید رعایت کنند. تخت جمشید هم به عنوان نماد این نظم و شکوه ساخته شد. هر سال نمایندگان اقوام مختلف